اگه میخوای یه مغازه بزنی که از روز اول مردم خودشون صف بکشن پشت در، این ویدیو دقیقاً همون چیزیه که باید ببینی. اینجا قراره 6 تا جای طلایی رو بهت معرفی کنم. جاهایی که فقط کافیه مغازه بزنی، بعدش همه چی خود به خود میچرخه. شماره 1، کنار پمپ بنزین قهوه فروشی بزن. راننده ها وقتی توقف میکنن دنبال یه نوشیدنی سریع و پر انرژی ان. قهوه فروشی تو میتونه توقف ساده‌شون رو به یه عادت روزانه تبدیل کنه. شماره 2، کنار دفتر ازدواج شیرینی فروشی بزن. آدما بعد از عقد یا ثبت ازدواج دنبال یه جعبه شیرینی خوبن. چه جایی بهتر از همون کنار دفتر؟ مشتری‌ها داره خودش میاد. شماره 3، کنار پارک یا مهد کودک اسباب بازی فروشی بزن. بچه‌ها بازی میکنن، چشمشون میفته به اسباب بازی تو، پدر و مادرها هم سخت نمیگیرن. فروش سریع بدون دردسر. شماره 4، کنار باشگاه بانوان آرایشگاه بزنی. خانم‌ها بعد از تمرین دنبال رسیدگی به خودشونن. آرایش، ماساژ، اصلاح، فقط کافیه تو همون حوالی باشی. شماره 5، کنار پارکینگ عمومی کارواش بزن. ماشینو میذارن و میرن خرید یا اداره. وقتی برمیگردن با یه ماشین برق افتاده مواجه میشن. رضایت کامل یعنی مشتری ثابت. شماره 6، کنار نونوایی لبنیاتی بزن. نون داغ رو که میگیرن دنبال پنیر، کره، ماست و دوغن. ترکیب نونوایی و لبنیاتی بمب فروشه. اینا فقط ایده نیستن، اینا فرصتای واقعی هن که فقط یه فکر خوب و یه تصمیم درست میخوان. اگه برات مفید بود، لایک و سابسکرایب یادت نره و تو کامنت ها ببینیز کدوم ایده به نظرت از همه بهتر بود.